در این ویدیو میشنویم چند حکایت کوتاه زیبا و جالب از بهلول دانا. حکایت اول. روزی وزیر هارون الرشید به بهلول به شوخی گفت: ای بهلول، مبارک است، خلیفه حکومت گرگ ها و خوک ها را به شما واگذار کرده. بهلول هم بیدرنگ پاسخ داد: احسنت به شما که حکومت مرا فهمیدی و تصدیق کردی. از این به بعد مواظب کارهایت باش و از من سرپیچی نکن که تو هم یکی از رعیت من شدی. حاضران از سخن بهلول به خنده افتادند و وزیر هم از سخن خویش شرمنده شد. حکایت دوم. روزی هارون الرشید خلیفه عباسی مبلغی پول به بهلول داد و از او خواست پول را میان فقرا و نیازمندان تقسیم کنند. بهلول پول را گرفت و رفت، اما پس از چند روز دوباره به دربار خلیفه برگشت و پول را به خود خلیفه پس داد. هارون پرسید: چرا دوباره پول را پس آوردی؟ بهلول گفت: من هر چقدر که فکر کردم از خود خلیفه محتاجتر و نیازمندتر کسی را پیدا نکردم. این بود که وجه را به خود شما پس دادم، چون میبینم مأمورین و گماشتگان شما در دکانها ایستاده‌اند و به ضرب تازیانه مالیات و باج و خراج از مردم بیچاره میگیرند و در خزانه شما میریزند. این بود که متوجه شدم احتمالاً خود خلیفه از همه نیازمندتر است و به همین دلیل بود که وجه را به شما برگردوندم. حکایت سوم. هارون الرشید روزی به همراه بهلول به حمام رفته بودند. خلیفه از بهلول پرسید: ای بهلول، اگر من غلام تو بودم من را به چه قیمتی میفروختی؟ بهلول پاسخ داد: 50 دینار. هارون الرشید برآشفت و گفت: ای مردک دیوانه، تنها این لنگی که به خود بستم 50 دینار ارزش دارد. بهلول با آرامش پاسخ داد: بله جناب خلیفه، من هم فقط قیمت لنگ شما را حساب کردم، وگرنه خود جناب عالی که ارزشی نداری.